برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان گرامی، امیدوارم همگی تن صحت و سلامت هستید. شوکت محمد با شما هستم. برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه را با کمال میل برایتان تقدیم میکنم. امروز 29مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور عزیزمان جمهوری تاجیکستان است. استقلالیتی که دزدیده و فروخته شده است. ما هم از این فرصت مناسب استفاده کرده درباره استقلالیت حرف میزنیم. امسال اصلی ترین عید کشور با شکوه و شهامت جشن گرفته نشد چنانه که پیشتر میشد. سببش هم معلوم: ویروس کرونا و نبودن مبلغ برای جشن آرایی. البته به اندیشه ما سبب دوم نقش بیشتری میبازد، زیرا همگان شاهد بودیم که با وجود آگاهی و تاکیدهای زیادی کارشناسان داخلی و خارجی، سازمانهای بهداشتی بین الملل از جمله سازمان بهداشت جهانی، مخالفین و جامعه شهروندی، حکومت تاجیکستان از جشن پردبدبه نوروز دست نکشید، چون آن زمان مبلغ وجود داشت، جدا شده بود و چند نفر قسمت اعظم آن را به کیسه زده بودند. جشن استقلال تاجیکستان به بزرگترین جشن کشور تبدیل یافته است و دعوت به شکرانه کردن از آن نیز بیشتر از هر دعوت دیگر صدا می دهد. ولی آیا به استقلالیت رسیده ایم؟ قدر آن را می دانیم و آنهایی را که ما را به این استقلال رسانیده اند می شناسیم؟ معلوم است که استقلال یک کشور از استقلال آزادی، آزاداندیشی و خودشناسی شهروندان آن شروع می شود. سطح استقلالیت کشور به همان سطح استقلالیت فردی برابر است که مردم دارند. هر قدر مردم استقلالیت را اجر می‌گذارد و از آن قدردانی می‌کند و برای آن مبارزه می‌برد، همان طور کشور مستقل‌تر و آزادتر است. البته تا حال هیچ تحقیقات و آمارگیری فراگیر درباره تا در کدام سطح بودن استقلال دوستی و استقلال خواهی مردم تاجیک انجام نشده است، اما مشاهده ها و واقعیت ها نشان می دهند که شماره آنهایی که استقلالیت را از مقدسات می دانند و به هر قیمت حاضرند آن را حفظ کنند با سرعت رو به کاهش است. تنها مثال زدن این که هر سال ده ها هزار شهروندی روسیه را به دست می آورند و صدها هزار در آرزوی به دست آوردنش هستند کافی است. از محبوبیت ولادیمیر پوتین بین تاجیکان بهتر است گپ نزنیم و خاموش باشیم. اما چرا مردم کشوری که در بطنش پیشتر از همه خلقهای سابق اتحاد شوروی استقلال خواه پدید آمدند و حتی قبل از کشورهای نزد بالتیک صدای آزادی خواهی بلند کرد، حالا به استقلال بدبینترین مردم تبدیل شده است؟ به اندیشه ما ریشه های این مصیبت بزرگ ملی را باید در همان زمان جست که صدای آزادی خواهی اولین شده در یکی از قشاقترین و عقب مانده ترین جمهوری های شوروی بلند شد. این صدا با سرعت به تاشکند و مسکو رسید و آنجا به این نتیجه رسیدند که باید با هر راه این صدا خاموش کرده شود. مبارزه ملی آزادی خواهی تاجیکان را تصمیم تأسیس دولت اسلامی عنوان کردند و با این بهانه به مردم بیخبر از همه چیز سلاح تقسیم کردند. نتیجه اش را همه می دانند. کشور به آتش جنگ شهروندی کشیده و اداره اش
به اختیار دست نشانده های مسکو و تاشکند دشمنان اصلی مبارزان راه آزادی و استقلال خواهان سپارده شد و ترور سراسری نخبگان ملت شروع شد که تا هنوز ادامه دارد. همه آنهایی که برای استقلالیت مبارزه بردند یا کشته و یا کاملا محدود کرده شدند، مثل طاهر عبدالجبار، مؤلف اعلامیه استقلالیت تاجیکستان که در فقر و تنگدستی و از بیماری طولانی جان داد. تماشابینان گرامی، شما صدها مراتب سخنرانی های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را شنیده اید. آیا بار شنیده اید که امام علی رحمان از طاهر عبدالجبار مؤلف اعلامیه استقلالیت تاجیکستان یاد کرده باشد؟ یک جمله گفتنش را یاد دارید؟ از همین مرد یک کلمه گپ زدنش را یاد دارید؟ یاد ندارید. برای چی؟ برای اون که این مرد در همین حالت هم تحریف تاریخ میکند. برای گذشتگان، برای مبارزان، برای استقلال خواهان، برای آزاداندیشان و آزادگان پای میگذارد. و ما حق داده ایم که این شخص تا امروز رئیس جمهور کشور باشد. یک شخص خائن، یک شخص خیانتکار، یک شخصی که بزرگان ملت را نادیده میگیرد. تناقض استقلالیت تاجیکستان هم در همین است که دشمنان استقلال آن را دزد دیده اند و از آن خود کرده اند و نزدیک است خود را مبارزان اصلی برای رسیدن به استقلالیت معرفی کنند. این دست نشانده های به گفته خودشان خواجگان خارجی توانستند با ترور و تعقیب و فشار و قتل و زندانی کردن و از کشور راندن اکثری نخبگان ملت اندیشه استقلال و آزادی خواهی را خاموش سازند. اندیشه آزادی و استقلال و آزادی خواهی را در سینه ملت برای سالهای طولانی خاموش ساختند و همان نقشه را که خواجگان خارجیشان تحریزی کرده بودند میخواهند عملی نمایند. حکومت استقلال را در سینه مردم کشت. استقلالی که در عوض خون هزاران شهیدان و نخبگان ملت آمده است. زمانی که نخبگان سرشناس ملت بهر آزادی و استقلال مبارزه می بردند، همین رژیم امروزه با کمانده اش آن زمان هم بر ضد استقلال و هم بر ضد نخبگان ملت مبارزه برده بود. در همین کمانده امام علی رحمان، در همین بین وزیران و کبیرانش یک نفر را مثال بیارید که انا همین آدم برای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارزه برده است. آن زمان برای استقلالیت جمهوری تاجیکستان آواز داده بود. در تاجیکستان یادتان باشد برای مستقلیت تاجیکستان رای پرسی شد. بجز مقدار اندک اکثریت بر ضد استقلالیت تاجیکستان، بر ضد مستقل شوی تاجیکستان آواز دادند. همین اندک نخبگان ملت بودند، آزادیخواهان و آزاداندیشان ملت بودند، ضیائیان کشور بودند. اکثرشان تا حتی همین بازار صابر، شاعران، گلرخسار صفی، لطفاً تماشابینان گرامی خواهش میکنم تاریخ را ورق زنید. اینها کیها را تهمت میکنند؟
به خاطر بقای خود در کرسی میخواهند ملت را سیاه کنند، نخبگان ملت را سیاه کنند. اینها همه بر ضد نخبگان ملت بودند. اینجا میخواهم چند حرف طلایی را از زبان یکی از جوانان همان دور از مبارزان راه استقلال خواهی، علیم شیرزمانوف بشنویم. شاید بعضی از شما تماشابینان گرامی این حرفها را شنیده باشید، ولی خواهش میکنم به این حرفهای طلایی که از عمق دل برآمده است با دقت گوش دهید. همه مخالفین رحمانوف امروز میراثبران استقلال خواهان سالهای 90 من، همه به استثنا، چون ما و شما در مقابل دشمن استقلالیت تاجیکستان استاده ایم و این ما هستیم میراثبر همان استقلال خواهانی که استقلالیت را به دست آوردن داخل. و در ابتدای استقلال خواهی مردم تاجیک، رژیم کمونیستی اون روزا من هرگز کمونیست ها را بد گفتنی نیستم، کمونیست های تاجیک را، رژیم KGB اون دوران از تاجیکستان به مرکز به روسیه هشدار میداد که در تاجیکستان شما دو انتخاب دارید، یا ما یا اسلام، و آوردن مبارزه حرکت ملی آزادی خواهی تاجیکان را خواستن قلمداد کنن با افراطگرایی اسلامی، یعنی در اینجا میخوان دولت اسلامی تشکیل کنن. و همین مبارزانی که امروز منعقد از جمله پیمان ملی شدن، در همان روزها همین مبارزه این را برای خود تحقیر می شمردن و واقعا هم تحقیر بود، چون تعداد خیلی کوچک میدان شهیدان و مبارزان از علی زیاهیان مذهبی بودند. اکثریت کلشان دموکرات ها بودند، لیبرال ها بودند و نیروی اساسی میدان صاحباندیشه و آزاداندیشان تاجیک بودند و چنین مقداری نخبگان ملتی که آن روز ما داشتیم و من با اون روز افتخار میکنم و افتخار هنوزم میکنم که همین خیزش مردمی بعد پریبالتیک در تاجیکستان بود و من تا همین روز حتی در روسیه و در اوکراین ندیده استادم به همین حشمت جامعه شهروندی و بیداری ملیشان را که ما داشتیم سال 90. مراجعتم به مخالفینی که امروز نشود که به خاطر خصومت شخصی نسبت کدام یک مبارزه بیایید شما هم امان افسانه یتیم فو پیش از آن افسانه نبی فو، افسانه کمونیستای دوره 90 که میدان شهیدان این میدان افراطیان اسلامی است، بیاید و امروز همین افسانه را جانبداری کنی. نگذاریم که همین به خاطر خصومت شخصی مفهومای مقدس ملی که من بعد ملت به آن در تاریخ به او خواهد داد تجاوز شوند، به آنها خیانت شود. حرکت
ملی آزادی خواهی ملت تاجیک که سال 90 شروع شده بود هنوز ادامه دارد و ما و شما میراثبر همون مبارزه هستیم و ما باید آن را به اتمام رسانیم، به آن خیانت نشود. اینها میخواهند امین قلمدان کنند که ما هم همون پشیمان باشیم از همون سال 90 که خیستیم. نه، من هرگز پشیمان نیستم. اون آگاهی که آن روز داشتیم کاش که همون آگاهی یک بار دیگر باشد. آگاهی از زبان روشانی و شغنانی این ترجمه به پارسی بیداری میشه، یعنی آگاه بیدار. اون مردم بیداری که بیدار شد و گیمنش از خواب گران خیز و با قتل عام شدن اون از طرف فرانت خلقی و از همان روز تا به امین روز امین شعر محمد اقبال هم زندانی است در تاجیکستان. ما باید امین شعر را هم از زندان آزاد کنیم. ما باید هرگز پشیمانی را به دلمان را ندهیم که چرا سال 90 خیستیم. تکرار شود باز میخیزیم، چون او بیداری ملی بود. و شما که امروز بر ضد پیمان هستید، بر ضد شخص کسی نباشید و شما خود را مبارزی رای آزادی می حسابید، نشود که همین مفهوم ها را خیانت کنید. همین طور تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز، وقتی آن رسیده است که دیگر حقیقت تاریخی نه چندان دور، حقیقت تاریخی به استقلالیت رسیدن کشور عزیزمان را اگر ندانیم باید بیاموزیم. اگر میدانیم به فرزندان خود تعلیم دهیم. باید مورخان ما به حقیقت تاریخ مبارزه های استقلال خواهی نخبگان ملی در آن روزها بهای واقعی بدهند. باید صدها رساله های پژوهشی آزاد از سیاست امروزه نشر شوند تا اینکه ما تنها به خاطر در کرسی ماندن یک عائله و تملق و چاپلوسی تاریخ را تحریف نکنیم. آن ضیائیان و مبارزانی که برای استقلالیت تلاش کرده بودند برایشان کدورت نداشته باشیم. قلم نگارنده تاریخ ملت را از دست چاپلوسان و تملقکاران به دست صاحبانش اهل علم و دانش و معرفت و تاریخ نگاران صادق بسپاریم تا اینکه برای خود توف کردن ها بس شود. تا اینکه برای خود توف کردن ها بس شود. ای نفرانی که امروز تملق میکنید، امروز به خاطر شکمتان چاپلوسی میکنید، به خاطر یک نفر شما ملت را سیاه میکنید. به خاطر یک نفر شما ملت را سرخم میکنید. به خاطر یک نفر شما ملت را سر به گریز و سرسان و پراکنده میکنید. ملت را بدنام کرده ایستاده اید. مگر نمی اندیشید همه خدمتتان به خاطر یک نفر را سفید کردن میخواهید تمام ملت سیاه باشد؟ اگر این نفر میخواد به خاطر در سر قدرت ماندنش، به خاطر سفید بودنش همه ملت را سیاه گوید، شما برابرش سیاه میگویید. همه ملت را تروریست میگوید، شما برابرش تروریست. اکستریمیست میگوید، برابرش اکستریمیست. به خاطر شکم سیر یک نفر شما ملت را گشنه و تشنه و پراکنده و مهاجر و دربدر کرده اید. گفتید یک نفر سیر شود، بعد یا که شکمش سیر می شود دست ملت میگیرد، دست مردم میگیرد. اگر یک نفر دیگر بیاید تا وی را سیر میکنیم که وقت میگذارد، او این سیر شدن ندارد کو؟ کی ما به آزادی و استقلالیت واقعی میرسیم؟
کی هر یک نفر تاجیک خود را مستقل آزاد حس می کند؟ با امید رسیدن به استقلالیت فردی، به امید آزادی از ظلم و استبداد، به امید اتحاد و همبستگی، یکایک شما را به الله پاک می سپارم. تماشابینان گرامی، خانه‌تان آباد و همیشه دلتان شاد و دور از وحشت و غفلت باشید. الها خدا کند که به استقلالیت واقعی برسیم و هر یک فرد کشور خودش را آزاد و مستقل و صاحب وطن احساس کند. حکومت داشته باشیم که در آن یگان خال بیغم و دور از غم مردم راه نیابد. سرجمعی نصیبمان شود. سرسانی و مهاجری و دور از وطن و یار و دیار بودنها خاتمه یابد. فرزندان مهاجران از درد هجران پدر و علم زنده یتیمی خلاص شوند. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام .net، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیویی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. از امروز به بعد شما می توانید برنامه‌های ما را روی موج ماهواره‌ای ایرتل 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 از شبکه مستقلی ماهواره‌ای تیپلیوس تماشا کنید. خیر تا روز دیگر، السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان از فردا 9 سپتامبر شبکه نوین ماهواره‌ای تیپلیوس به کار آغاز می کند. برنامه ها با زبان های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایرتل 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایرتل 7B موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.